درستی است که این یا آن سرود را آهنگ را تماشا یا گوش کرده باشید. همه روز نمیتوانیم که سوال بکنیم که آیا زندگی را شما با کدام لحظه هایش دوست می‌دارید؟ اگر چون این سوالی باشد همه روز نمیتوانیم پاسخش گرفته باشد. پس بیایید کوشش بکنیم چند لحظه ای که با همدیگر هستیم تنها سوال ها باشد. البته درخواست نیز اجرا خواهد کردید. گفتیم نظام جان عزیمov این صبح در مهمانی هم برنامه و هم خانواده شما صبح را پیشواز میکنیم. و ما چون ذکر از آن کردیم که بینندگان عزیز در مهمانی هر یکی تماشابینان هستیم و روز بخیر و شادی باشد. پیش از همه سلامت باشید اکا جان، تشکر زیاد. سلام عرض میکنم به کل بینندگان، به شما عزیز و تمام مهمانانی که عین حال در خوجند باستانی هستند. همین صبحی وحدت راستی من میخواستم سخن رو از همین آغاز کرده باشم که من راستی اینقدر خیلی میگم به صورت کار خنجر هم اومد راست را گفت. من راستی سحر خیستم رو دوست نمیدارم، شاید این دوست داشته هر یک کس باشد. همین صبح من سحر خیستم و اولین کاری کردم از همین رفتن از تریزه خانه به بیرون نظر کردم. انا این رو به فکرم وحدت میگه. بله، چون آرامی هست، همین طور زیبایی است، همه جا در خوب است، تنها طبیعت دیدار است. به فکری من همین رو وحدت میگه. و چون رسید خانش پرندگان به گوشت، البته بینید بسیار زیبا بود، یک شمالی فورم است. البته من فکر کردم همین وحدت است. شکرانه خدا هر یک سرود، چرا که در آغاز من آماده بودم شما گفتید هر یک سرود برای ما همچه فرزند است. برای هر یک سرود ما مهنت میکشیم و در دل تمام صنعتکارا یک امید، یک آرزو است که همون سرودی که آماده میکنیم خداوند گوییم که الهی پسندی مردم باشد و مردم گوش کنند و انم خیلی دوستدار باشد. این سرودی که ما تیار کرده بودیم شعرش به قلم آرزو ایسایف تعلق دارد. من چقدر گفتید چند بیستش را برای مادر جان عزیز، برای تمام مخلصان عزیز خود میسرایم. عاشقی تو بودم، تو بودی وجودم، این ترانه را به خاطرت سرودم. عاشقم نبودی گرچه دل را بودی، این ترانه را به دیگر سرودی. عاشقم نبودی گرچه دل را بودی، این ترانه را به دیگر سرودی. بفرما کفایه است. برای من مولد من تا آخرش خونده میگرم. من از خوشندستم ندارد اولین کسی میزاندن چیه است. همه حیران شدم. من اصلا اگر کسی شد به انامی سوالها جواب گوید هم برای او تسلیم جهان تو. بعدا خدا به سوال جواب گفتم. اولین کسی نظام جان این خاکساری است. دومین کسی دل به دست آوردن است. سومینش این راوی است. چهارمینش این سراینده است. بزرگ کسب‌های زیاد دارد نظام جان. تماشابین عزیزی ما، کدامی از این دو پسند شما است؟ از فرزانه. باشد پس از فرزانه تماشا و گوش بکنیم. یک شعرشون که این فلک نام دارد در آهنگ و در طرز روشی تناور ما اجرا کرده بودیم. در همین سال پیشکش می‌کنیم عزیز نگهداریم. چون از ایجادی نو است که کی پا زدی بر سری نوجوانیم، قیچی دیگر مزن بر دلی پرنیانیم. ای فلک کی پا زدی بر سری نوجوانیم، قیچی دیگر مزن بر دلی پرنیانیم. مهنی سبز باغی من کشته تیر ژاله هاست، بر قفسم کشیدند عینی ترانه خوانیم. بر قفسم کشیدند عینی ترانه خوانیم. این بود از استاد فرزانه. تشکر زیاد. تشکر. نظام جان عزیمov رو برای صحنه هنر آمدن که پشتیبانی میکنن. خب راست بگید. راست میگم. اولش خداوند است. هر قدمی که میگذاریم توکل به خداوند میکنیم. ارزوی صنعتکار شدن از خردیم بود. بسیار صنعت را دوست میداشتم. از خردیم در چند برنامه و آزمون ها اشتراک کرده هستم. اون انسان هایی که
در همون از اول مرا گوش میکردن و فکر میکنم از همه مخلصی صادق هستم برای من پدر مادرم هستن که محض هم دوره جوانی که من سرود میخوندم پدرم خنده میکردم راستی مادرم خیلی در زیر سرود من رقص میکردم قرصه مادرم اگر من در یکون برنامه اشتراک کنم مادرم رو با آغوششون گرفته از روی هایم بوسه میکردم بسیار خرسند بودم همون چیز برای من بسیار الهامی کلام میبخشید و محض همین روزا و همین طور است هرگاهی که من به زادگاهم به شهرستان میروم در سری دسترخوان میشینیم حتما من سرود میخوانم حتما مادرم نوشته است که حاضر امروز در اول مادرم تنها خودش آمدن حاضر تنها با نویره ها خیسته رقص میکنن امروز یعنی پدر و مادر پشتیبانی میکنن کسی دیگر نیست یکون صادقاتی یکون نفری که همیشه میگه خب نظام جان عزیز این چند مبلغی از چند سرود ایجاد بکنید و وقتی فایده آورد با هم میبینید نه شکرانه خدا همش خلق است و خب البته ما گفتیم نظری میکنیم با دیگری آیا اولین نفری رو که به نظام جان عظیموف چطور روی صحنه قدم گذارد چطور سرود رو سراید و با مخلصان در صحبت باشد در خاطر دارد یا به کجی فراموشی رفته است چون به مشاهده میرسد امروز اگر با چند نه هم البته کم در کم سرایندگانی صحبت میکنیم اگر یاد از نفری اولی که دستش گرفته است روی صحنه آورد اگر نامش بگویم میگوید من در خاطر ندارم به فکرم چنین نبود میگوید نه ما این باید فراموش نکرد پس کی بودند آن نفر؟ آن نفرانی که من در صحنه حالا جوان هستم من اکنون 3-4 سال رفته ایستاده است وقتی که نه قدمی خودم را گذاشتم من همچون راوی آغاز کرده بودم و البته در تلویزیون تنین کار و فعالیت می بردم قدم های اولین را برای من یک چند دوستان عزیزم که من نامهایشان را در همه جا می گویم با افتخار می گویم استادم شیر محمد شیرمتوف بعدم رستم حاجیبایوف بعدم دوستی عزیزم ویرو جان علیوف دوران تورسونوف باز دیگر بسیار بچه ها بودن فیروز جان ظفر جان همه دوستانم بودن که در یک در تلویزیون کار میکردیم رستم جان حاجیبایوف که اولین کلیپ های مرا ثبت کرده بود تنها بسیار مرا آماده کرد و گفتی گفت مجبور هم میکرد که خطا نکنم که سرود کن من کلیپ کنم سرود کن من کلیپ کنم همین خیال میکرد بسیار برای دستگیری کرد. اندیشه شما این همه به فایده کی بود؟ به فایده رستم جان یا به فایده نظام جان؟ به فایده من بود بسیار من تا حال دوستش میدارم اگر چندی که ما در یک جا کار فعالیت نداریم اما من از او بسیار مینه‌دار هستم این مثلا یک خودنمایشی در تلویزیون نیست من در همه جا واقعیت است که من بسیار از او مینه‌دار هستم بسیار از شیر محمد شیرمتوف مینه‌دار هستم بسیار از دوران تورسونوف مینه‌دار هستم بسیار از دوستم ویرو جان علیوف مینه‌دار هستم که تا حال مرا دستگیری میکنن انا همین نفرانی که گفتی صدام تا حال مرا باز دستگیری میکنن دور جانب شما تماشا بینید مرحبا دیگر سلام را به شما میرسانم به نظام ده یک سوال داشتم مرحمت نظام جان عزیموف آیا شما خدمتی رقم مادر را ادا کرده من همینجا پاسخ شما رو میشنویم من این حال در خدمتی وطن مادر هستم اگر خدمتی حربی را در نظر داشته ایستاده باشم نه در خدمتی حربی رفتگی نیستم من فکر میکنم همین خدمتی مهم خدمتی پدر مادر است تشکر عزیز شما از اون پهلو نظام جان از این پهلو ممکن یک صدای خوش یک دویت خوش برایت از اینجا تولید دویت شود نظام جان و دلیازه نظام جان و پروینه مثالی میگیریم چون نام شما برای ما پوشیده است از این لحاظ چند نام مثالی آورد جب نه پس از کی آغاز کنیم پس این طور کی باشه از بانو پس شروع میکنه عاشق تو بودم تو بودی وجودم ترانه را به خاطرت سرودم عاشقم نبودی گرچه دل را بودی این ترانه را به خاطرت سرودم عاشقم نبودی گرچه دل را بودی این ترانه را به دیگر سرودی عاشق تو بودم تو بودی وجودم این ترانه را به خاطرت سرودم عاشقم نبودی گرچه دل را بودی این ترانه را به دیگر سرودی
سلامت باشید رحمت. حیفی روزگارم ماه از بهارم خوشی هایی رفته رو دیگر نآرم من خزان و سردم دارو کردم سنگی سخت و سردم سر به پا دردم و دردم یا سلامت باشید رحمت. احسن جان. میخواستم علممون رو از آوازی خوشی شما شنیده باشم. تشکرهای زیاد که درخواستی من رو رد نکرده. سلامت باشید رحمت. با اولین سرودی که نظام جان عظیموف با اون روی صحنه آمدند و مخلصان شناخته است. و خب نظام جان پس بیاید روی می آوریم با آن همون ایجاد شما و پس از آن با زنگ های اینجا معلوم است که پی هم به عنوان برنامه رسیده ایستاده است. قبول می نماییم. جونم قبول. همین سرودی که عشق رفته میگیم تا حال از خاطرم فراموش نمی شود. سنه سبت 6 دکتر بود که بسیار هوا سرد بود. هیچگاه از خاطرم نمی رود. ساعت های قریب که 9-10 آغاز کرده بودیم خودی سینخرامش رو گرفتن رو. برای من ماه دکبر بود. بسیار یک زینه بسیار یک قدمی کلان رو گذاشتم این سرود. من تا حال در یگان معرکه باشم، در یگان برنامه باشم، در یگان جمعیت باشم، وقتی که همین سرود درباره یا همین سرود می رود یا که همین سرود رو من ناگهانی می سرایم، نگاه مردم نسبت من الکی دیگر خیلی می شود. همه با دیگر چشم مرا نگاه می کنند. همین طوری 4 سال می شود که شکرانه خدا همین سرود به دل یگان نفر زدگی نیست است. خود من بسیار گوش می کنم، بسیار شنونده ها گوش میکنند. من بسیار منتدار هستم از دوستانم که برای همین سرود مرا دستگیری کردند، برای تولید یافتن سرود، برای تولید یافتن همین کلیپ برای من بسیار کمک کردند. تشکرهای زیادی خودم را میرسونم. خب انتخاب متن از کی بود، آهنگ از کی بود و اونجا حتی بعضا سخنی شده بود گرد و اطراف وقتی اولین مراتب این کلیپ به نمایش گذاشته شد گویا که نوارها از دیگر سرود گویا نحذف شده است. تا چه اندازه میخواستم کمی اندیشه شما رو پوشیده نیست که این سخنها تو به شما نیز رسیده است. البته این برای چه گفته بودید به گوش من هم رسیده است. این متنش به یک دوستی عزیزم ویروجان علیف تعلق دارد که ما با اون کس هم کورس بودیم در فکولته زبان‌های شرق. این سرود در وقتی درس هم گوییم که تولید شده است همراه نشسته بودیم و یک درس رفته ایستاده بود و کمتر ما از درس بیرون شدیم و یک شعر می نویست برای همین یک دوره عشق و محبت را گفته ایستاد همین چیز نوشته. ما با همون چیز روی آوردیم همین چیز پیدا شده. یعنی معلوم است که این ترجمه یگان سرودی خوانده شده نیست. نه در واقع هم چنین نیست. السلام علیکم. سلام علیکم. همین یک سرودی عشق رفتتامه ما من بود. اصلا نمیموند چون در پهلوی ما هستن چند مثل زنده میستراین ترجمه میکردیم. بلش با جان آن زمان با تو گشتن ها سیر دشت و باغ و چمن ها نخواد در عشق بی وفا بودیه در سرای عشق ماندم تنها نخواد در عشق بی وفا بودیه در سرای عشق ماندم تنها. سلامت باشید. زنده باشید. الهی تمام پدر مادرهای عزیز ما زنده و سلامت باشم. سلام و صد سلام ای نور دیده ای مادری راحت ندیده. سلام و صد سلام ای نور دیده ای مادری راحت ندیده. تمنایم به تو یک عمر باقیست نبینم خار در پایت خلیده. تمنایم به تو یک عمر باقیست نبینم خار در پایت خلیده. برای تمام مادر جان‌های عزیز سرود داغی فرزند. این تولید این سرود و درخواست مخلصان شده بود. بسیاری نفرها خواهش کرده بودن هم از استاد لایقو هم از استاد آذرخش است که بعضی جاهایش را برای ما کمتر آسان تر کرده داده بودن. از البوم 2017 محض برای آنانی که همین سرودا درخواست کرده بودن میخوانیم برایشان. اصلا چند میسره
رفتی از افسانه بیرون بی زمان از گردی مردم باور کنید از خاطرم برآمد چون چند متر از سرای دید سرای من براس از خاطرم برآمد برای اینکه همین سرود برای من بسیار وزنی تاثیرناک است بی تاثیر نمیگذارد من منظرت میخوام براس از خاطرم برآمد و حتما وقتی گفتیم نقشه میگیریم در صحبت دیگری که ممکن است چند وقت ماه برگزار که شد باز اون رو به تبریک حضور بعد یک دیم از خود به خاطر این بود میخوام حتما تو انجام بله تو انجام و اینجا گفتیم 1244 طریقه وایبر ارسال کردن متن السلام علیکم نظام جان میخواستم سرود ای فلک زمزمه کرده باشید و شما قله های بلند صنعت را خواهدم سلامت باشید ای فلک در اول در خاطرتان باشه بله. زمزمه کرده بودم میگذاریم به همون سرودی داغی فرزند بله رفتی از افسانه بیرون به زمان از جبری گردون در غمت از چشم یاران داد می چکد خون و دریغی زندگانی و دریغی نوجوانی و دریغا مهر دنیا و دریغی نوجوانی سلامت باشید من منظرت میخوام که در اول کمتر از پریشان خاطری کردم موندم چون در بعض حالات گوییم به احساسات میزنید داده میشه و از این لحاظ دوری کامل دارم تماشابینان عزیزی ما خیلی خوب میفهمند در جانب شما مادرز معذرت میخواهیم که دقیقه در خط علاقه نگاه و پزمانتان داشتیم درود بر شما گوش کردیم سلامت باشید احمد نظام جان یک سوال دارم من دیگه من ها اکنون تلویزیون پخش کنم اکنون دیدم من یا با تلفن کنم اگر پیش از من اگر واقع اکنون خدا باشم راستی سوالتان را نفهمیدم یک بار دیگر علاجش بشه که آمدار شدید یا حالا می خیلی وقت ساعت میگیرم تو زدی میمت با میگو جو برام دکتر جان سوال داده بودم نیست ما چون تصدیق سخنشان را گرفتیم حتما به تو شما رو خبر میکنم خدا تشکر زیاد مادر عزیز مهربانی ما در واقع همه مادرهای ما چنان زیرک هستند و میخواهند سوال را با چند پهلو بدهند و پاسخ گرفته باشند در واقع اینجا سوال گذاری مادر عزیز بی سبب نیست امروز البته کم در کم بعضا به نظر میرسن خب امروز اولیه دار هستن صاحبی فرزند هستن وقتی چه صحبت تلویزیونی میشود چه طریق رادیویی میشود یا مجله میشود اونجا سوالی بشود از اولیه اونم پرسان میگویند من حالا مجردم اولیه دار نشده بله و چون حتی در خاطر داریم یک صحبت ما داشتیم چون این هم شده بود اما نفر دیگر تصدیق هم محاله کردن گفتن نه اون نفر صاحب اولیه و فرزند است اون که شوهر کردن به این خاطر است من بسیار تماشا کردم شهزاده خانش جان ای فلک جان ای خان بروندم بله همون روزی که ما کنسرت داشتیم همون روز اون کس توی داشتن شب خانواده شده من این رو پرسان شده بودم و همه جا من میخواستم مهمونی برنامه نظام جان شوم امروز بسیار شاد هستم در شبکه دیار دیدم شما را تشکر زیاد میگم سلامت باشید رحمت تشکر زیاد می‌کنم. ما قوای بالای کانادا را خواهم. تشکر. شادی شما شادی ما نیز. امکانیت می‌بود سرودی لیلا را تعریف من دیگه نفهمیدم کدام سرود است ولی لیلا. لیلا چشمان ماوریگی سرودی ماوریگی. مایلش. چون متن از بین سرود گرفته. بله. پس تشکر زیاد تماشابین عزیز. بذار روز شما با خوشی بگذرد چون آغاز کردید و نظر میکنیم به چند پیامکی که به عنوان برنامه رسیده است. 9817 سلام نظام جان یک سرودی صنم جان را زمزمه میکردید من مخلصی نظام جان تشکر زیاد. 7910 سلام من به نظام جان سوال دارم نظام جان صاحب عائله هستند پس پاسخی گفتن نه و چند ساله هستند لکن به این سوال اکنون پاسخ میگویم ممکن پوشیده هم دارند. بله شکرانه خدا که من همین ماه به سینی 26 قدم گذاشتم. تنها ماه هست سنه‌اش معلوم نیست. سنه‌اش 0006 است 9 ایونی سال 1992 به دنیا آمدم. من شکرانه خدا که همین ماه
26 سالگی را پیشواز گرفتیم. تشکر زیاد و انا برای مخلصان تا سال دیگر پزمام بشه. و در جانب شما السلام علیکم. السلام علیکم. سلام علیکم. قبلا مهمون برنامه‌تون تبریک تهنیت میگم. از وحدت ملی قطعه شما باید بگذار داریم این توشکیکان ما صلاح باشد. الهی. منم مخلصی اکتازی نظامجان عزیزم هستم. بسیار سروده‌تون رو گوش میکنم. رحمت. بسیار سروده که اون کس رو مشهور کرد اون عشق رفته میباشد. من یک خواهش داشتم که نظامجان یک سرودی کلاسیکی خونم. با جان. باشد. خب برها تشکر زیاد. باقی روزی خوش خواهانید. پس چند نیست که های با شما رو دارید. حالا در وقت رکلام هم یک نفر زنگ زده بودن. درخواست کرده بودن. بله شاید خفه نشوند. سرودی تنوع خواهش کرده بودن. همون سرود رو خوانم یا چی مسئله باشد؟ همون رو اجرا می‌کردید. دقیقه های موقعی رو میرزا ترسزاده. بی تو تنهایی کشیدم دردی من بالا گرفت. بی تو تنهایی کشیدم دردی من بالا گرفت. دید رنگی من طبیب و در بری من جا گرفت. حدوث یاره یاری بی پروای من است من خبرداری نکرد. یاری بی پروای من است من خبرداری نکرد. گرچه دودی آهی آتش باری من دنیا گرفت. حدوث یاره بی تو تنهایی کشیدم دردی من بالا گرفت. عجب یاره. سلامت باشه. تشکر زیاد می‌کنم. آوازتان خسته نباشد. و تشکر. اینجا با از هر بیننده‌ای که به عنوان برنامه زنگ میزنن معذرت میپرسیم. باقی ما نمیتوانیم دیگر زنگ‌های شما را قبول داشته باشیم زیرا فرصت برنامه ما به انتها میرسد. بسیار صحبت‌های بهترین شده ایستاده بودند. وقت قدر تیز گذشته و بسیار می‌خواستیم حتی ساعت‌ها در صحبتی و در خانواده مخلص و تماشابینان ایستاده باشیم. لذا متاسفانه وقت همیشه در گذرا است. نمیگذارد که ما با یک جای بیستیم و همیشه در حرکت باشیم. پس میگفتیم همیشه برای شما خوشی، خرسندی و رسیدن به قله‌های بلند ایجاد را خواهانیم و پس چند تمنای شما، چند سخنی از شما تا به بیننده و تا به مخلص و دوستدار سرود و هنر و استعداد. تشکر زیاد میگم. اولا میندار خودم رو با شما میرسونم که به برنامه دعوت کردید. بعدا به تمام مخلصان عزیزم خانوادگی سربلندی خاطر جمعی را تمنا دارم. بسیار هر آن نفرانی که من امروز در صبح صادق برای ما زنگ زدن من بسیار میندار هستم، بسیار خوشحال هستم. اگر چنده که ارزنده اینقدر سخن‌ها نیستم، بسیار سخن‌های بهترین کردن. من همیشه در خدمت شما هستم. از من باوری به باوری شما پند ندیهم و همیشه در خدمت شما عزیز باشم. رحمت. من بسیار خرسند هستم. رحمت. و ما نیز برای شما عرض سپاس میکنیم نظام جان که باز توانستیم یک صبح نفری را از خواب بر وقت بیدار کرده باشیم. باز این نفری را بر وقت بیدار کرده باشیم. و البته میگم خنده هم درست انسان رو تبابت میکند. این هم در بعضا موردها برای ما نیز اجازه داده شده است. و من میخواستم چون جنبست صحبت ما با یک ایجاد نوی شما باشد تا اونی که مخلصان شما، شنونده های شما، نفری که میشه دوستدار صنعت شما و آواز شما هستند از اولین ها شده برخوردار باشند و سرودی اون رو به طور پررگی همیشه انتظار باشند. پس کدام است و میسرایی؟ من از یک سرودی نو که این حال شعرش به قلم دوستم ویرو جان تعلق دارد، این حال کارکرد موسیقیش هم داشته ایستاده است. همون سرود را من منظرت میخوام که شعرش اینقدر برای من ازیاد نیست است. الان نو است. من برای من از دیده برای مخلصان استفاده میکنم. اجازه است. پس اینجا باقی با هر یک شما تا روز دیگر خداحافظی میکنیم. سرود طرزی
زنده سرایده می شود. بله، سرود سرودین نواز. تماشا کنید. از آن روز تو را دیدم، دلم آب و ادا گردید، نمیدانی تو قلبم را به عشقت مبتلا گردید، نمیدانی تو قلبم را به عشقت مبتلا گردید. نیامدی خوشروی من، نیامدی خوشگوی من، نیامدی نیامدی، نیامدی دلجوی من، نیامدی گلبوی من، نیامدی نیامدی. من عاشقی و در چاهم، اسیری بنده ماهم، میانی جمله عاشق، خزین و خسته راهم. دلم دیوانه تر می شود، تو میدانی نمیدانی، بگو با من عزیز دل، تو میمانی نمیمانی.